میدونی چرا اکثر خونه‌ها چیدمانشون تکراریه؟ به خاطر اینکه مبلشون اجازه نمیده فضای خونه‌شون متفاوت باشه، اما این مبلی که اینجاست خیلی فرق داره. به چند روش مختلف چیدمان میشه. شما میتونید رنگ چوب، رنگ پارچه و حتی چیدمانش رو به دلخواه خودتون تغییر بدین. فرقی نمیکنه فضای پذیراییت بزرگ باشه یا ال شکل باشه. این مبل به صورت ال ساده، به صورت ال یو شکل، به صورت مبل 8 نفره و روش‌های دیگه خیلی راحت چیدمان میشه و دستت بازه. نکته جذاب اینه که دیگه لازم نیست مبل رو به دیوار بچسبونی. پشت این مبل هم نمای خیلی خوشگل داره. میتونی وسط سالن هم چیدمانش کنی و از زیباییش لذت ببری. بریم سراغ متریال این کار. ببینید چوبایی که توی بغل کار، پشت کار و توی پاسنگ کار در واقع استفاده شده، چوب راش وارداتیه، خیلی محکم و با دوام و 2 سال ضمانت داره. نوع اسفنجش 35 کیلویی وی آی پی، بهترین نوع اسفنج که حالت طبی فنری داره، خیلی با کیفیت، خیلی نرم و راحت، با طول عمر خیلی بالا که 2 سال گارانتی داره. توی طراحی جدیدش اومدیم این رنگ مغزی‌ها رو با کوسنا ست کردیم، خیلی متفاوت شده. و نکته دیگه اینه که 2 تا کوسن داره، میتونی نشیمنش رو مثلا بزرگترش کنی. این کوسن اول بردارید نشیمن بازتر میشه، کوسن دوم رو هم بردارید نشیمنتون باز بزرگتر میشه و این خیلی فوق العاده است. و اون قسمت یه ریلکسی داره که میتونید دراز بکشید، تلویزیون ببینید، بخوابید، مطالعه بکنید، خیلی هم راحته. و خدمت شما عرضم که رنگ بندی این کار رو میتونید تغییر بدید، همونطور که گفتم. تعداد مبل رو میتونید زیادتر بکنید، نسبت به پلان خونتون یا کمتر بکنید. همه اینا دست شماست و خیلی راحت میتونید سفارشی سازی کنید این مدل رو. نظرتون راجع به این کار چیه؟ برای استلام قیمت و اطلاعات بیشترش کپشن رو چک کنید.